ما یک تقریبا ماهای دکبر بود زنگ گرفتم. مقصد دختر آوردیم. دختر خیلی نرمالی بود، با خیلی معیبی هم بود. خیلی هر کس خودش میدونه چی گپ در رو حالت. استاد جان بسیار کوشش کردم، گفتم خیلی خداوند الله تعالی در نصیب هم خیلی مثال خیلی داد، ما شکر میکنیم. مثال ما را سر نمیکنم، مثال یگان چی نمیکنم. خلاصه تصمیم گرفتم که خیلی جدا شم. استاد وقتی که بعد جدا شدم، استاد جان بعد ما ایمو باین مثال چلواری میخرن کو چلاو گوشوار چی امورا گرفتم با خدمت. با یک دم ملی چوفکای دیگه بود. وقتی که من بردن خیلی خشکان که واش ایش سوسه مثلا ما واش هفتم ما فروختگی مثال من مثال نمیتم. مثال همی کاری درست یا که ما باید بر بگردونم و در برای مهران باید میگفتین استاد مهر مقصد باید ما بتم نتم همیشه سوجون فهمونیم. الله تعالی میگوید که و آتون نساء صدقاتهن و مهرهای زنها را دهید. این فرمان الله تعالی هست. مهر دادن فرض است. خاصتا گرفتید هم خوابه شدید، اما مهر باید دهید. خیلی کن حق شما به جا آورد چی شد چی نه اونش دیگر مسئله است، لیکن مهر باید دهید. شما بعضی چیزای گرفته مونده افتید نه نادرست است، اونو برگردونید و حقش است. استاد همی سومی قلنگی که میتی امو مهری سو میخره ها؟ مهر دیگر چیز است، قلین دیگر چیز. حالی بسیاری آدما خودی قلین کدی مهر فرقش نمیره. البته این قلین در منطقه های شمال نیست. این خیلی کلمه این بیچاره ها حتی مهر هم نیست. نه قلینه نه مهره. در جاهای ما در جاهای مثلا باختر زمین هم قلین هست هم مهر است. اگر قلین غیری مهر باشد بله و دیگر چیز است. مهر این فرض است. مهر الله تعالی فرض کرده است. مهر یعنی یا مقدار پول یا مال یا انگشتری یا چیزی که دادید و مهر. قلین خودی مردمی که قلین استفاده میبرند در مثلا مردمی قرغان یا دیگر جاها در بابت قلین ما یک دانشمند پرسیدم میگن خودی همین موی سفیدای و آدمای پیش هم فهماشون گوناگون است. میگن یعنی غیری مهر با قلین، اگر قلین گفته مهر در نظر داشته باشم بله همون مهر است، لیکن مهر علاهیده با قلین علاهیده باشد. یعنی قلین گفته همون صرف و خراجات توی و همین خیلی چیزا میگن و اصلش باید مرد کند. یعنی زن قلین از بین بریتون. قلین نیست در شریعت، مهر است. مهر یعنی همین داماد در وقت عقد نکاح میگوید که ما به دختری شما $1000 یا $500 یا $1,500 مثلا یا $100 مهر میدیم. همین مهر با میزنه پیش از توی یکی نمیشه در کاری هاشه میخرد و سر و لباس و یگان خوشبویی و چیزای در کاریش خریده به همون چیز به خانه داماد میبیاد. همون مهر است. خب بسیار تیاد کسی پول داشته باشد و بسیار تیاد هیچ گپی ندارد. کمش همین یک پیامبر صلی الله علیه و سلم التمس ولو خاتما من حدید گفتن. اگرچه یک انگشترین آهنین، انگشترین نقره هم نه، سو انگشترین تیلا اگر 3 گرم یا 2 گرم 1 گرم هاش مای 1 گرمش باشد $100. ولی این تیلا آهنین اقل آهنین باشد هم تیک گفتن. یعنی مهر کمش همین قدر بسیارش حد و حدود ندارد. و بعضی گفتن که همون مهری دخترای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مهری همسرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطراف $1000 $1,500 همین قدر تیاد مایلش گفتن. یعنی کمش به برکه، زیادش هم من نیست. لیکن زنک حرکت کنیتون طلب نکنتون از طرف داماد مهری فلان قدر تی نگویتون. مهر زیاد داد نداد طلب نکنیتون. خیلی حق هم دارد طلب کند، لیکن طلب نکردن بهتر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اعظم النساء برکتن ایسرهن مؤونة. مبارکترین زنها اون زنهایی که مهرش کم است. گفتن با نیتی نیک خانه دار شوید، مهری کم طلب کنید تا اینکه همین زندگی به قوت شود، زندگی مستحکم شود، خوشبخت شوید. چیزی داد ندید هر چی که باشد. میگم من مثال ما یگان زن ندیدیم در همین یارو دوستای نزدیکان ما که من به فلان قدر مهر میتی گفته باشد. نمیپرسد.
شوهر از خودش $500 $1000 میگد یا یک حج یا یک عمره میگد من حاضر جوانان قبول تمام. المهم همین بیچاره پدر و مادرها خودی دختره میخواهد که همین خوشبخت شوند شد. قلینش از بین بریتون. همین مهری که شریعت گفتگی تمام. طرفی دختر دیگه هیچی نمیتید. راست حرف و خراجات توی خانه ای که داماد زندگی مونه و همیشه داماد میکنه. چی کلینده زور آمده است که بیاد آمده پرده هاشو کنه و میبیل هاشو کنه. این کاره از بین بریتون برادرها. دشوار نکنیتون. بر وقت خاندار کنیتون، آسان کنیتون، زنگیره تربیه نیک دیتون، مانیتون که زن و شوهر خوب زندگی کنن، زناندن مثلا زنت زن، زنت کارفرما مجبور کن، جدا شدن بیان بردن نصیحت کنیتون آیلش مستحکم شود. همین قدر قلیل نکنیتون. لیکن شما به هر حال اون چیزی مالی اونهای تید برادر. امو مسئله مهر استاد اینا ما دوره زنگیری مونده استاد قلین دودگی ما بعد چلا و گوشوران در این نیکا دودگی استاد امورا بنیتی مهر دودگی نیستیم استاد. احوزی میتونیم بگیم که امی بنیتی مهر او چه نیت کدگی نبودیم استاد. امی چه خیلی میشه استاد یا که امی را بته مسئله نه استاد مسئله را همه اکو این مسئله گفتم که بعضی آدمو قلین کدی مهر فرقش به نمیرن. بعضی میگن که هر دوش یک چیز است. خود همین قلین یعنی این ترمینی شرعی نیست. این قلین همین نمیدونم ازبکا دارن ندارن. این همین در همین منطقه های جنوب هست. در منطقه شمال نیست این کلمه قلین. نمیدوند کلمه ظاهرا به ازبکی مانند است. عموما یعنی این مهر نیست. لیکن همین قلین مهر گفته فکر کرده داده باشد. قلین که دی مهر بعضی آدمو هر روز یک چیز میفهمن. بعضی میگن که نه قلین دیگر چیز مهر دیگر چیز میگن. اگر دو چیز باشد جای مهر نمیگیرد. اگر همون یک مهر گفته اعتقاد کرده داده باشد زنک هم همین مهر قبول کنه. از غالبا همین چله و همین چیزایی که میگوید همین مهر است. امید میکنیم که زنک راضی باشد تمام توغریه. استاد اینا دو چیز نیستن در منطقه ما مخصوصا همین چیز است. این فقط یک چیز است همون قلینگ میتیان. اون قلینگ دختر خودش تماما نمیخواه. پدر و مادر همون همراه دختر خودش میروند تمام همون خرید میکنن با دختردار از پول خود چمی قیقه خرید میکنن تو پرده ها تو قلینگ تو ماشینای جامعشویی هازی تو کنسنیت حتی همه چی خرید میکنن میگردونن راست و خانه شخص روان میکنن. حتی بعد قلینگ دادن طرفی شخص خودش میگه که خانه مده تریزه داره 6 بسته هست نمیدونم 7 بسته هست تمامی رزمیرای خانه شخص خودش میتیه بعد همون قلینگ دادن. من انشالله درباره قلین یک صحبتی علاهیده میکنم به یادم بیارید شریف چون. خلاصه این قلین از بین برداشتن در کار اگر خلاصه کوتاه کرده گوییم اینو من بارها پیشم گفته بودم طرفی کلین هیچ چی صرف و خراجات نمیکند یک دین هم نمیکند. داماد طرفش توی میدهد مهر میدهد $100 هست $1000 هست به قدر امکان به خودتون وزبین نکنید همون دهید برای دختر برای خودش یکان چیزایی در کارش خریده میبیاد توی شما میکنید طرفی کلین نه توی میکنه نه پرده نه هیچی. انامین جاری کنید اون برادرای عزیز. الله تعالی برکه میدهد توی ها آسان میشد جوانای ما بر وقت خاندار میشد. طرفی کلین صرف و خراجات نمیکند مطلقا یک تینم. طرفی داماد توی میکند یک توی به قدر امکانیتش 100 نفر هست 200 نفر است 500 نفر است 50 نفر است 10 نفر است همین توی میتید. پیامبر صلی الله علیه و بعضی زناشون زینب بنت جحش گوسپند کشتن برای دیگر زنهاشون نان و سویق دادن نان و حلوا و توی نان و حلوا دادن. یعنی وضعیت خوب باشد گوشت میدادن وضعیت ناخوب باشد نان و حلوا میدادن. یعنی شرایط دیده یا توی میدهید تمام. انا همین راهی آسانش است برادرها. در همین قدر کفایتی میکنیم.